قرآن از دیدگاه روافض مایه تفرقه است. یعنی قرآن در فرق اسلامی مظهر حل اختلاف نیست، مظهر تفرقه. یعنی قرآن در فرق اسلامی مظهر حل اختلاف نیست، مظهر تفرقه. یعنی قرآن در فرق اسلامی مظهر حل اختلاف نیست، مظهر تفرقه. ولا تفرقوا که حبل الله پیوند خورده بهش قطعا قرآن نیست، چون قرآن الان مایه تفرقه شده، چون قرآن الان مایه تفرقه شده، چون قرآن الان مایه تفرقه شده. بینندگان گرامی، مشاهده نمودید که این مجری رافضی که در محضر کارشناس رافضی نشسته از شبکه رسمی رافضی ها اعلام می نماید که قرآن در فرق اسلامی مایه تفرقه است و مظهر حل اختلافات نیست تا آیه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا را طبق میل خیش تفسیر نمایند و بگویند که مراد از حبل الله علی رضی الله عنه است، نه قرآن کریم. به کلیپ کارشناس رافضی گوش دهید. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این حبل الله یعنی امیرالمؤمنین علی علیه السلام. این حبل الله یعنی امیرالمؤمنین علی علیه السلام. این حبل الله یعنی امیرالمؤمنین علی علیه السلام. حبل الله که معنی کتاب نیست که. حال این که الله متعال قرآن کریم و ارشادات رسول الله صلی الله علیه و سلم را مظهر حل اختلافات دانسته و می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ای کسانی که ایمان آورده اید، از الله و پیامبر و از اولوالامر مسلمان اطاعت کنید و اگر در چیزی اختلاف کردید آن را به الله و پیامبر برگردانید. اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید این برای شما بهتر و خوشفرجامتر است. و می‌فرماید: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. و از الله و رسولش اطاعت کنید و با همدیگر اختلاف نورزید که در آن صورت درمانده و ناتوان میشوید و شکوه و هیبت شما از میان میرود و شکیبایی کنید که الله با شکیبایان است. اگر قرآن کریم مظهر و مایه اختلاف است، پس چه چیزی مایه اتحاد مسلمان هاست؟ اگر بگوییم امامت امام علی رضی الله عنه و دیگر ائمه ها مایه اتفاق و اتحاد مسلمان هاست، این هم درست نیست، چون اکثریت مسلمان ها با این ادعا مخالفند. اما اگر همه ما پیرو قرآن کریم و رهرو امام علی و ائمه دیگر رضی الله عنهم باشیم که همان راه قرآن است و از خرافات و اوهام دور باشیم، هیچ اختلافی باقی نخواهد ماند و مایه تمامی اختلافات و منازعات دوری مسلمان ها از تعلیمات قرآن کریم بوده است. پس بیایید به جای این خرافات و اوهامات راهرو و پیرو حقیقی امام علی رضی الله عنه باشیم که همان راه قرآن و سنت است، تا زیر یک پرچم که پرچم توحید و یکتاپرستی است زندگی نماییم. سیدنا علی رضی الله عنه در این مورد در نهج البلاغه خطبه 156 می‌فرماید: و علیکم بکتاب الله فإنه الحبل المتین والنور المبین والشفاء النافع
والری الناقع والعصمة للمتمسك والنجاة للمتعلق لا يعوج فيقام ولا يزيغ فيستعتب ولا تخلقه كثرة الرد وولوج السمع من قال به صدق ومن عمل به سبق. بر شما باد عمل کردن به قرآن که حبل المتین یعنی ریسمان محکم الهی و نور آشکار و درمانی سودمند است که تشنگی را فرو نشاند، نگهدارنده کسی است که به آن تمسک جوید و نجات دهنده آن کس است که به آن چنگ آویزد. کجی ندارد تا راست شود و گرایش به باطل ندارد تا از آن بازگردانده شود و تکرار و شنیدن پیاپی آیات کهنه اش نمی سازد و گوش از شنیدن آن خسته نمی شود. کسی که با قرآن سخن بگوید راست گفته و هر کس بدان عمل کند پیشتاز است.